سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون عالی باشه هر جا که هستید. بچه ها خوشحال میشم قبل از شروع ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارین، سابسکرایب بکنید و زنگوله بغلش هم بزنین که تا ویدیوی بعدی که گذاشتیم حتما با خبر بشین. صحبت اضافه دیگه نمی کنم، بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خوب امیدواری بزنیم، امیدوارم خوب پیش بیاد. نه که نمیدونی. خب آرمانی سلام کن. سلام دوستان. چی بگم؟ سلام کنم فقط سلام. ارن اتک آن تایتان. اتک. خب کجا بریم پاستا؟ اینجا رو کله من داشت. من میام تو. بیا تو سوراخ من داشت. سوراخ دماغ هم میگم ها. نه بله. پایین تنه. ای بای از این پول من رو ایواد داد. نگو تو رو خدا. اونجایی که من با اسکین اورا خیلی بهتر بازی میکنم. کارتم رو حسین منم اورا میندازم. اومدیم با یه اینکه من با لیشتوری اسکین رویال بگیریم. اورا خوب بازی نمی کنم ولی انداختم دیگه حالا. با اینکه من با اسکین اورا خوب بازی میکنم ولی اوکی. پارسا جان دکمه غلط کردن. دکمه مردیم غلط بودش رو کردن. هم. دکمه غلط کردن. بیا تو خونه من. در ورودی نداره خونت. منطقی. تو میشه بیای کمک من؟ بیا پایین پارسا، بیا پایین. الان میام وایسا. این چه بذار سلام. نه پارسا خودم میام الان پیشت. پارسا خب خودم الان میام. بیایم چیزا رو بزنیم. چی ای بزنیم؟ وای تو رو خدا من تو این ثانیه نمیرم، فقط همین من خدا میخوام. گم شو در رو باز کن دیگه. چیکار همش نوز کردم دوری. No. انگوس تو انگوس کردی؟ نوز کردم. چیکار کردی؟ تو چرا همش اینا رو میزنی؟ کدوم ای رو؟ پارسا نزن، پارسا اینا رو نزن، پارسا نزن. نزن. بیا. من فقط خیلی گانام خوبه واسه همین. باشه من بیزینس کارت بندازم جلو دار. بیا این حداقل تو وایسا رو مینی ها رو بزنم. بزنم. خب دیگه نزدی دیگه بهش. مینیه باز شد پارسا جان. آقا من چیکار کنم حالا؟ خب یا جنابالی از ابوالفضل. غلط. پارسا بیا بزنی، پارسا بیا اینو بزنی، پارسا بیا اینو بزنی. بیا این پشت. این زحمت به خود ندیمش. خیلی خسته شدی. بیزینس کارت رو بردارم اینجا. پارسا بیا بریم طبقه بالا خبری. جلومون حالا هر کسی هست جلومون. هر کسی هست من اینجا دارم خط. هر کسی هست من بریم دارم بالا. مت جمع میکنم. من دارم از وسیله های خونه دارم از کمک مت آهن دارم. بزن آهن. این خونه دیگه خونه نیست داشتم. دمت شدی چرا؟ چرا ماشیلت کم شد تو؟ همین قد بود. هم لنس کردم یکی منو پس به راشد. خب نه شیلت مگه پر نبود؟ ایابا نه چند تا بشکه‌ای که من زدم الکی بود. چند تا بسکه‌ای که زدی فقط جون منو پر کرد. شیلده منو که پر نکرد. خب چی بده؟ این بده. اون رایفلر نمیخوای؟ چرا من میخوام داداش؟ به اینو بگی بزن. اینو اگه میخوای بخوا. اینو اگه میخوای بخوا. نمیخوام تو که بخوا. آره داداش داداشم. تموم. سلطان مرد. سلطان سلطان میدونستی توی رنگم بات هست. نه داداش تازه فهمی.
بریم سکه دارو بکشیم یا همون مدل وایسا فعلا بیا داخل سوراخ لونه‌ای که من رفتم. ماشاءالله سوراخ لونه ها رو لوت کردن. من انقدر پینگم خونه خوبه خوب بزنیم پینگم پینگ خیلی چنده؟ با مثلا تازه نت خریدی یا پینگت میاد روی 20. نمیدونم الان 150 هستم 31 شده من پینگم من رفتم پایینش 20 بالاش من تا حالا ندیدم پینگم توی این 1-2 سال. تو این از تابستون تا من یه بارم ندیدم پینگم بیاد 2000. انمی هم بالا بوده هر جا بوده. آره منم الان اسنایپ میشن یه جا گیر کردم که کم اونده بود اسنایپ بشن. اوه کجا زدم پارتا دیدی؟ آره اون بالاست بالا هم خونه قرمز هستش اونجا این قرمزه خیلی تاثیرگذار بود. ایوه سکه‌دار دیگه چه غلط. سکه‌دار کجایی؟ سکه‌دار آقای عاطفه مرد. بیا بریم عاطفه رو برداریم. عاطفه نمرد. هرچی تیر داشتم می‌دادم. استالاشی خدا چرا امروز عمل دارم می‌گیرم. خب این بالا الان یه نفر اسنایپره من یه دونه اینجا هم یه اسنایپره. نمیتونم من بیشتر همه جا دونه منو اسنایپر همه شده جا میزنن. این وای باش کدوماری ایوان بیا پایین فرار کن بابا اسنایپر بعد میزنه همه طرف دارن منو میزنن. بابا لعنت به این باتا اومده منو داره پیککس میکنه. من از پشت استان شدم مرسو ببینیم چیکار میکنی چیکار میخوام کنم بابا با تو 400 نفر داشتن یکیشون داره پیککسن میکنه. یه ببین با تو کجا رسیدن که با تو هم پیککس میکنن. دیگه بچه شلوغ بود دیگه ما رو همه طرفی کردن اصلا حق نبود بچه ما در پشت استایپ کنم ولی خوب همه طرفه نکردم باز ما رو زدم خب قشنگ گاویدن آچمون کردم ببینی چون کوکونات کوکائین رو دوست میدم کوکائین خوشمزه است کاهو خیلی پینم خوبه چقدر کاهو خوب بود. کاهو very good is tank کاهو چی گفتم ولی کاهو گفتم من تنها حرکتی که میتونم بزنم برم مفخوری کنم. وقتی با دارم فاید دیدم یکیشون که مردش برم مفخوری. این باد این پلیر بودن 100% چون که من اومد تو ننی چه چمدون انداختی خوب یه دونه چمدون انداختم. قطار اومد. در ورودی مترو کجاست؟ کارتو من اصلا برداشتی داداش کارتا اینجا نگاه کارت تو رو برمیدارم خدا غلط اسپان میشدی خدا مرسی که از این ویدیو تماش
آقا سلام مجدد، خیلی ممنون ویدیو رو تا آخر تماشا کردید. خوشحال میشم که این ویدیو رو لایک کنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که ویدیو بعدی که گذاشتیم حتما با خبر بشید. خیلی ممنون. گودبای.